کار تمام شده ایستاده بود، گفته بود خانه میروم که یکی محافظی بانک جیغ زد که سردار خدمات بی خطری جیغ زد ایستاده. رفتم اونجا ایستادم و یا در اومدن دیدن گفت که حاضر تو در کار نیستی. بعد کمتر دیر کرد دیگه تجیب بینایی هم تاجیک صادرات بانک برا اومدم که بالای دیوان شیطگی بیدم که همون سردار خدمات بی خطری جیسکه تاجیک صادرات بانک قربان علی اومد که بیا بدر اومدم که مأموریت موقتی بانک تعیین کردگیان همونجا 4-5 کس ویا بود، 2-3 کس کاربرای پیشینه بانک در همونجا ایستادگی. در اومدم یک پرونده در همونجا کشالای من راست دیگه رئیس موقتی بانک یک بار دیدم ساز نشناختم. در اومدم همه همونجا در راستو نگاه که ایستاده بودن. یک آدم شاید موبین همون من نشناختم ساز، همون رئیس موقتی بود یعقوب میر حیات. گفت که ایچیه گفته و ایمی خرطکم قپید گرفته برده در بالای یک ستول ایمی گلوم خفه کرد. همه جقیده ایستاده گپ زن ایره قطی کی موندی برای چی موندی ماها را شما چوب موندین گوش میکنین. بعد همه خیلی امکانیت نمیده که من گپم بزنم من خواب کرده که قرطک و جقیده ایستاده و هویم نمیده که قرطکم آزاد شود. قریب بود که مرده ایستادم نفسم گرفته ایستاده. قریب همونجا در همگی کارگرای موقتی 10-12 کس کارگرای بانک و سردار دپارتمنتی به خطری بانک، سردار خدمات به خطری بانک حتی نمیان خلاص کنن بگن که تو برای چی ایره خلقه ایستادی. بعد یکی بود که خودش چی کرد آزاد کرد وای کرد فرمان داد که حاضر میگیریم میبرین سرداری خدمات یک تا محافظ دارن نامش سفر سینی همون که ایره میگیریم میبرید در نت بانک وای در محکم میکنیم و برو اومدن و ابیسنینش بگیریم بعد بیاناتش بگیریم. بعد برو اومدن او سفر گرفته منم مجبوران برد درونی حاجتخانه بانک در یک خدمت آورد همون چی را شکست خلفه احسینی درون شکست. من در همونجا قریب 2 ساعت نگاه داشتن. من همین وای کردم همین وقت تلفن کردم پیشتر بونده که بیا که گفته ایزانم میبریم محکمت میکنیم همین قریب که کشتنم گفته خیلی تلفن تلفن. بعد خیلی پیشتر میآید التماس قطعی میدروید پیش سردار موقتی خیلی زوره و تولا میکنه. بعد من بردم با 1 ساعت 2 ساعت دیگه ابیسنینی گرفتن بیانات گرفتن. بعد اومدیم پیشی با گرفتن آوردن پیشی رئیس موقتی بانک یعقوب میر حیات. بعد وای کردن ساعتهای قریب 10-10:30 ابیسنینی تیار شد. خیلی اونجا آزاد شدیم. خیلی بعد جواب دادن خونه رفتیم. خیلی وقت کار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. این برادر الحال ما را سوال کردن، سوال های تعجیلی بوده است. محترم داملا دختری بیراهگردی را خواستم به زنی بگیرم و او را از این راه باز دارم، ولی با این آیت قرآنی واخوردم که مرا در اندیشه واگذاشت. مرد زیناکار و مشرک نکاح نمی کند مگر زنی زیناکار و مشرک را که این کار بر مؤمنان حرام کرده شده است. این آیت برادر عزیز از آیت 3 سوره نور است که خداوند در این آیت البته آشکارا واضح گفتگی هست که مرد زیناکار زنی زیناکار را گیرد، مرد مشرک زنی مشرکه را گیرد. لیکن این آیت را آیت 32 همین نور باز منسوخ کردگی هست. برای همین شما می توانید که به آیت 32 همین چیکار کنید؟ نظارت کنید. انا آیت 32 آیت این 3 نور بیکار کردگی هست. حتی از این خاطر
نزد احناف، نزد حضرت ابو حنیفه حتی عباره ها هم است که و حبلا من زنا ولا تطاع حتی تضع، یعنی اگر یک زنی که از زنا هم حامله دار شده باشد، ابو حنیفه روایتش نزد مذهبش از زنا هم که حامله دار شده باشد و یا نکاح کردن درست است، فقط چکار نمیکند، فقط با او خانه‌داری نمیکند تا زمانی که این زنا، این ولد زنا را تولد نکند. از این خاطر یعنی جایز است که اگر یگان زن زناکارم که شما اگر یک زن بیراه را اگر شما به زنی گیرین تربیه کنین، ان شاء الله این شما ثواب میگیرین. یا اگر جوانی که بینکاح با یک دختر گشتن، خب دختر را حامله دار کردن، انا این جوان میتواند که همین زنی که با او گشتن بینکاح حامله دارش کرده است و هم نکاح کند گیرد، جایز می شود. لیکن برای اینی که نسبش معلوم است الکه، یعنی همون حامل از همین بچه است، معلوم است این میتواند که تا زاییدن همون کودک با این زن چکار کند، خانه‌داری کردن گیرد. لیکن این فرزند ولد زنا دارد، ولد زنا حکم کرده میشه، زیرا که در بین اینها نکاح وجود نداشت. داملای شیرین سخن، این برادرش از ناحیه واسع بوده است. فیته های مگنیتوفونی که در آنها سرودهای سرایندگان ثبت شده است، در نظر دارم اودیو مگنیتوفون را، و همچنین فیته های ثبت شده کلام الله با تفسیرش، امر معروف، از جمله با صدای شما را می فروشم. کاری خوب میکنم یا بد؟ من برای همه شما برادرای عزیز تا امروز الحمدلله که از آیت قرآن بیرون نشدم، تا امروز از احادیث های صحیح پیغمبر خدا بیرون نشدم. باز میگویم خداوند در قرآن در سوره مؤمنون میگوید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند چی میگوید؟ به تحقیق نجات یافت کدام مؤمن، کدام مسلمان نجات یافت؟ همان مسلمان هایی که در نمازشان خاشع هستند، در نمازشان ترسننده هستند، نماز از برای الله میخوانند، نماز آهسته میخوانند، نماز با رکوع و با سجده های ملایم میخوانند. اینها گفت نجات یافتگی هستند. زیرا من دیروز در یک معرکه بودم فرخار، اونجا ما را سوال کردند که همین نمازی که تیز خوانده میشود آیا در همین یگان وعید است، یگان خبری در قرآن آمده است؟ انا در زیر علمی تفسیر آیت قرآن مفسران میگویند که نماز باید که خاشعانه باشد، نماز باید که با ترس باشد، نماز باید آهسته باشد. زیرا من برای شما حدیث ابو سعید خدری را گفته بودم، خود صحبت وی است، این صحابه پیغمبر است. وقتی از یک نفر پرسید، نگاه کرد که بسیار نماز تیز میخواند، رکوعهای تیز دارد، سجده های تیز دارد. حضرت ناراحت شدن صحابه پیغمبر، زیرا وی نماز پیغمبر با چشم دیدگی بود. فریاد زد گفت کم تصلی هذه الصلات. برادر عزیز گفت این نمازی که الحال خواندی چند سال شد خوانده ساده ای؟ منذ 40 سنه. گفت ای ابو سعید 40 سال شد که این گونه نمازی تیز میخوانم. حضرت چی گفتند؟ مثل ما ترسیدن یا مثل ما رعایه کردن؟ نه، اونها رعایه نمی کردن، اونها نمی ترسیدن، اونها هم تا آشکارا می گفتن ای جوان ما صلیت منذ 40 سنه. گفتن قسم به الله، گفتن تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه و سلم، اگر تو با همین نمازت از دنیا میگذشتی حتی تی در دین محمدی نبودی. این سخن ابو سعید خدری است. در دوامش چی گفتن خداوند؟ باز کدام مؤمن ها نجات می‌یابد؟ والذین هم عن اللغو معرضون. آن مؤمن هایی که از شنیدن سخنهای لغو، سخنهای بیهوده پناه طلب کردن، اینها در نزد خدا نجات می‌یابند. اگر همون سراینده‌ای که سخنهای بی معنی دارد، شعرهای دارد که از تربیه بیرون است، اخلاق جوانها را ویران میکند، این گونه سرودها را گوش کردن ما و شما سبب نجات ما و شما نیست.
زیرا که این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. خداوند در قرآن میگوید یقین دانین چشمهاتان، گوشهاتان، دستهاتان، پایهای شما در روز قیامت از حیات شما نزد من اخبار میدهند. در کدام راه سر شدن اخبار میدهند. شما خودتون خلاصه شو برارید. دیروز ما در یک معرکه بودیم، بسیار یک صحبت عجیب شد و حتی یک برادر خیلی قیمتی ما عجایب یک سخنی گفتند در همون سرودهای بی‌معنیی که بعضی سراینده ها می سرایند تماشا کنین، گفتن همون معرکه در فقط زنک میماند و کودک، دیگر هیچ کس نمیماند. موی سفیدای عاقل هیچ کس نمیبینی. آدمای اهل خیرت